این خوشگله واسه کسیه که بتونه این معما رو حل کنه. منو میگه دیگه. با تکون دادن 2 تا دونه چوب 4 تا مربع رو بکن 5 حالا تا. میخوام بهت فرصت بدم که بلکه بتونی حلش بکنی. بله. شرمنده میکنه. بفرمایید. ببخشید. ببین یه دونه رو مثلا بریم بزنیم اینجا. اش بده بره. خب این الان 5 تا شد دیگه. نه باید اضافه بیاد. اضافه ای نداشته بابا. باشه. آفرین ولی اضافه قابل شایان. نباید داشته باشه. برای شایان دوست داره. خب این دو خب اینم میاریم بذاریم اینجا باز اینو همون من بذارم پیش خودم. ای بابا اینم نشد که یه 4 تا سیخ شد چوبه. مثلا 4 تا بود. این ولی برای من خدایی همین؟ بله. خب اینو ولی دوستش داری؟ مسخره. بازم این داغ بود.